سلام به همگی، امیدوارم خوب باشید بچه ها. خب یک ویدیوی دیگه از سری اپیزودهای تدریس آکسفورد ورد اسکیل سطح ادوانس رو داریم. توی ویدیوهای قبل درس یک رو کاور کردیم و میخوایم بریم سراغ درس دوم. خب Unit 2 I can use familiar words in a new way. بچه‌ها خیلی درس جالب و جذابی هست از این نظر که شما لغت‌هایی رو که بلدین به صورت common way استفاده می‌کنید. اینجا به صورت ایدیوماتیک استفاده شده و در واقع خیلی متن جالبی هم هست. Phrases and figurative meaning در واقع میگه phrase ها اون عبارات و معنی هایی که figurative هستن، ایدیوماتیک هستن، اصطلاحی هستن. Familiar words may appear in an unfamiliar meaning, often a figurative meaning, or surrounded by other words that form an idiom or set phrase. Okay. به این متن رو بچه‌ها من یه بار به صورت کلی بدون اینکه پاز کنم از روش میخونم و بعد جمله به جمله در مورد لغتش توضیح میدم. Okay, so as I crawled along the motorway, I was having second thoughts about staying with Marcus. I'd been in two minds about going in the first place, but it was sweet of him to invite me, and I wasn't tied up, so I said yes. But no, it dawned on me that he may have had an ulterior motive. He wanted to go out with me. How could I be so thick? Marcus was very nice, but a romantic relationship was the last thing on my mind. How can I get out of this? I wondered. Just as the traffic started to speed up, something went into the back of me and sent the car flying off the road. Dazed but okay, I pulled my mobile out of my bag. Is it you, Marcus? Listen, you're not gonna believe this, but okay. خب بچه ها بیایم اینجا متن رو با هم دیگه بخونیم ببینیم چی گفته. As I crawled along the motorway. Okay. crawl به معنی حالا لیترالش و common wayش معنی مثلا وقتی که بچه ها چهار دست و پا را میرن یا خودشون رو زمین میکشن و راه میرن میگیم crawl. اوکی قبل اینکه مثلا یه بچه تادلر بشه بتونه راه بره crawl میکنه. اینجا وقتی میگه I crawled along the motorway یعنی چی؟ یعنی ماشینش خیلی یواش داشته راه میرفته. Move very slowly. Okay. I was having second thought. خب در واقع به صورت فیگراتیک و ایدیوماتیک یعنی چی؟ یعنی در واقع تو یه جورایی نظرت عوض بشه، شک کنی به اون تصمیمی که گرفتی، شک کنی همطور که اینجا می‌بینید start having doubts about the decision you have made. بچه‌ها دقت کنید که doubt بیش رو pronounce نکنید. doubt. Okay. About staying with Marcus, I'd been in two minds. بچه‌ها to be in two minds هم یعنی شما نمیتونی در واقع توی دیلمایی هستی، توی دوراهی هستی که نمیتونی انتخاب کنی. Be unable to decide what to do about something. Okay, going in the first place, but it was sweet of him to invite me. خب وقتی میگیم it was sweet of someone, it was kind of someone یعنی مثلا لطفش بوده که اون کار رو کرده. خب خیلی پس حالا قرار گذاشته با مارکز ولی دو دل شده یه جورایی میگه برم یا نرم. Okay, so it was sweet of him to invite me and I wasn't tied up. So I said yes. میگه خب منو اینوایت کرد دعوتم کرد منم تاید اپ نبودم. بچه‌ها تاید اپ همینطوری به معنی چیه؟ به معنی اینکه مثلا میخوای بگی که مثلا فرض کن my hands are tied up اگه به معنی لیترالش باشه به معنی اینه که مثلا دستام بسته است مثلا با روپ اومدن دستامو بستن ولی به معنی ایدیوماتیکش که همیشه هم استفاده میشه به معنی بیزیه یعنی مثلا مثل فارسی که میگیم دستم بنده مثلا میگیم I'm tied up. I wasn't tied up. I wasn't busy. So I said yes. But no, it dawned on me that he may have had an ulterior motive. خب down بچه‌ها تو معنی common ویش به معنی مثلا صبح زود سحره ولی اینجا چه موقعی که خورشید طلوع میکنه ولی وقتی میگید it dawned on me یعنی چی؟
if something dawns on you, you begin to realize it for the first time. یه چیز دیگه هم داریم میگیم it hit me. یعنی یه دفعه یه چیزی به ذهنت خطور میکنه. یه دفعه you come up with something. Okay? That he may have had an ulterior motive. Okay. Ulterior motive ببینیم چی نوشته. A reason for doing something that to keep hidden. به معنی مثلا یه انگیزه پنهانیه. یعنی مثلا حالا اون یه قصد و غرضی داشته از اینکه منو دعوت کرده، هم یه دعوت ساده نبوده. He wanted to go out with me. یعنی میگه که حالا به ذهنش رسه اینکه من دعوت کرده، میخواسته یه جورایی مثلا دیت باشه من باهاش برم. من چقدر سادم. مثلا how could I be so thick. Okay, thick بچه معنی stupid. میگه چقدر احمقم که فکر کردم مثلا یه دعوت ساده است. Marcus was very nice, but a romantic relationship was the last thing on my mind. یه خیلی پسر خوبیه، خیلی نایسه، ولی اینکه باش رومانتیک ریلیشنشیپ داشته باشم دیگه آخرین چیزیه که به ذهنم میتونه خطور کنه. یعنی اصلا نمیخوام باهاش رومانتیک ریلیشنشیپ داشته باشم. To be the last thing on somebody's mind be the thing that somebody is least likely to be thinking about. Okay. How can I get out of this? I wondered. خب میگه با خودم فکر کردم. بچه wonder یعنی you think. Okay, you think silently about something. یعنی با خودت در مورد یه چیزی فکر میکنی. میگه حالا از این مثلا درد سر چجوری نجات پیدا کنم، چجوری خودم بکشم بیرون. Okay, to get out of something. Avoid doing something. How can I get out of this? I wondered. Just as the traffic started to speed up, something went into the back of me and sent the car flying off the road. خب میگه که وقتی ترافیک در واقع ماشینا یکم شروع کردن که سریعتر حرکت کنن، یه دفعه یه چیزی خورد به عقب ماشینم و در واقع باعث شد که ماشینم چی بشه، یه جورایی مثلا پرت بشه اونور. خب حالا واقعا پرواز نکرده. میگم این درس در مورد idiomatic meaning هاست که وقتی میگیم send something or somebody flying, make something or somebody move quickly and without control. Okay. Dazed but okay, I pulled my mobile out of my bag. Is that you, Marcus? Listen, you're not gonna believe this. But میگه یکم مثلا گیج بودم ولی حالم خوب بود. موبایلمو از کیفم در آوردم و حالا به مارکس زنگ زده و گفته you're not gonna believe this. وقتی میخوای یه چیزی رو بگی که میخوای مثلا با هیجان در مورد یه چیزی صحبت کنی، این عبارت رو استفاده میکنی. وقتی مثلا میخوای یه چیزی بگی که معمولا یه چیز مثلا نگتیوی هست یا به قول اینجا نوشته used to introduce surprising and often unwelcome news. اوکی. خب بریم بچه ها تمریناش هم انجام بدیم که لغتاش رو دیگه حسابی خوب یاد بگیرید. خب منم اینجا جوابا رو بنویسم. خب خوبه. اوکی با آبی بنویسم. خب بیایم اینجا بچه ها. گفته do you still want to go? Actually I'm having. خب میگه تو هنوز میخوای بری اونجا. میگه در واقع من چیه؟ Actually I'm having second thoughts. مثلا دو دلم یا مثلا نظرم عوض شده. خب از اینجا می نویسم second thoughts. Okay. خب number 2. Are you thinking of getting married? That's the last thing. خب چی میشه بچه ها؟ شما خودتون ویدیو رو پاز کنید و مثلا اون جواب رو فکر کنید و بعد بیاید چک کنید با این چیزی که من نوشتم ببین درسته یا نه. میگه آخرین چیزیه که حتی میتونم بهش فکر کنم. Do you want to go to the wedding? No, but I can't. خب میگه میخوای به اون عروسی بری؟ میگه نمیخوام ولی نمیدونم چجوری از دستش راحت شم. I can't get out of ایتش هم که خودش نوشته. Number 4. You're not gonna. میگه باورت نمیشه. You're not gonna believe this. You're not gonna believe this. But you've lost my keys again. How could you? Okay. میگه دوباره کلیدای منو گم کردی. آخه چطور میشه؟ Okay. Did he bump into you? Yes. He sent me. خب he sent me flying. Flying. اوکی. خب میگه که بهت بامب بر شما مثلا اینکه
فرزنی که داره خیلی سریع راه میره دفعه تنه بزنه. اوکی بامب. Yes, he sent me flying across the room. منو مثلا انداخت اونور اتاق، انقدر مثلا شدید بهم تنه زد. Are you going or not? I'm afraid I'm still in. میگه میای یا نه؟ میخواد بگه شک دارم. I'm still in two minds. I'm still in two minds about it. Number 7. I'm sure it's just an innocent request. میگه من مطمئنم که innocent بچه‌ها به معنی مثلا معصوم و بیگناه و اینا. وقتی میگیم innocent request یعنی در واقع قصد و غرضی توی اون مثلا requestش نیست. اینجا میگه I think he has an چی بگیم بچه‌ها؟ بگیم ulterior motive. نه من فکر کنم یه قصد و غرضی داره، یه مثلا hidden motiveی داره. Could we talk about it this morning? I'm afraid I'm چی بگیم؟ I'm tied up مثلا من دستم بنده، من خیلی سرم شلوغه. I'm tied up this morning. خب به این بخش اینم انجام بدیم. Complete the sentences using words from the glossary with their more common meaning. حالا بچه اینجا دیگه idiomatic meaning نیست، اما معنی معمولی لغت هست. مثلا اگه sick میشد stupid، اینجا sick میشه چی؟ مثلا sick معنی زخیم و اینجور چیزا استفاده میشه دیگه. خب he's only 8 months old. She's still خب میخواد بگه که در واقع 8 ماهشه، هنوز crawling میکنه. crawling okay across the living room. It's a very okay sick book. خیلی کتاب زخیمیه. okay sick book. Okay, these oranges are lovely. They are very خب خیلی چه از sweet. اونجا که داشتیم it's very sweet of him خیلی لطفش بود. خب sweet در معنی واقعیش مثلا معنی common meaningش و معنی چیه؟ خب شیرینه دیگه. The men were okay with both hands behind their backs. خب دستاشون چی شده بود؟ tied شده بود. tied up شده بودن. The morning with a clear blue sky after the storm. خب میخواد بگه صبح طلوع کرد، یعنی مثلا صبح شد خورشید طلوع کرد. dawned اوکی بعد از در واقع اون استورمی که اتفاق افتاد. خب بچه‌ها امیدوارم این درسم براتون مفید بوده باشه. در واقع کانال من رو اگر ندارید بهتر که در واقع جوین شید واسه درسای بعد. ادساین ام پهلوان underline انگلیش هست. خب بچه‌ها مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار.